perfect one-off. اعضای شورای شهر بولدر کالرادو در یک آوازدهی یک دیلانه قرار قبول کردند که چایخانه معروف تاجیکی را در این شهر امریکایی یک مؤسسه تاریخی عنوان میکنند. این به آن معناست که چایخانه بولدر دوشنبه تحت حمایت مأموریت شهر گرفته می شود. شهرداری بولدر اعتراف شدن این چایخانه را همچون یک مؤسسه تاریخی کاری بسیار درست عنوان کرد. این چایخانه یک گنجینه شهر بولدر است. این مؤسسه یک فضای شرقی دارد و ما خوشبختیم که صاحب چنین یک بنا هستیم. قرار به عنوان مکان تاریخی اعتراف کردن چایخانه که بیش از 30 سال پیش ساخته شده است بسیار درست است، چون تاریخچه‌اش خیلی بایوغنی است. برای گرفتن مقام مؤسسه تاریخی، سازمان جمعیتی دوستان چایخانه بولدر دوشنبه خیلی تلاش کردند. در بررسی اول حامیان چایخانه که با دستان ده‌ها هنرمند گج و کندکار ساخته شده است گفتند حمایت شهرداری از این مؤسسه عمر آن را به حیث گوشه زیبای شرقی و تاریخی دراز می‌کند. یکی از حامیان چایخانه در جلسه شورا گفت در پس منظر خاکستر شدن ارزش‌های فرهنگی و مدنی اسلامی با دست گروه دولت اسلامی ما باید این گوشه را همچون نمونه فرهنگ اسلامی حفظ و نگهداری بکنیم. دیگر پیشنهاد کرد که برای تعمیر و برقراری برخی جزهای چایخانه استاهای تاجیک از خود تاجیکستان دعوت شوند. چایخانه پرنقش و نگاری تاجیکی در یک شهر امریکایی تاریخ بیش از 30 ساله دارد و با تشبث شهردار سالهای آخر دوشنبه شوروی مقصود اکراموف بنیاد شده است. برای ساختن آن 40 رسام و کندکار و دیگر هنرمندان تاجیکستان جلب شدند و معمار یا مؤلف طرح لادا شانیدزه بود. حالا چایخانه تاجیکی در امریکا به حیث یک طربخانه عمل میکند. صحن حولی دارد و برای مهمانها نوعهای مختلفی غذاهای مردمی شرق و اروپا را پیشنهاد میکند. چایخانه تاجیکی در بولدر اولین طربخانه ملی تاجیکی بود که در امریکا ساخته شد. بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، باز شدن مرزها و امکان سفر به خارج، بسیار تاجیکستانی ها هم به ایالات متحده آمریکا رفته چایخانه و طربخانه های ملی باز کردند. سال 2018 یک چایخانه تاجیکی در شهر اوماهای ایالت نبراسکای آمریکا هم افتتاح شد.